درود بچه‌ها، خوش اومدین به ولاگ امروز من. امروز می‌خوایم بریم برلین گردی، پس با هم همراه باشین. خب ما رسیدیم بود موزیوم یا همون موزه بوده. بود موزیوم یا همون موزه بوده یکی از 5 موزه مهم در جزیره موزه ها یا همون موزیوم اینزل برلین است که در سال 1904 افتتاح شد. این موزه به خاطر معماری باشکوه باروک و موقعیتش در انتهای شمالی جزیره معروف است که در کنار رود اشپخی واقع شده. درون موزه مجموعه‌هایی از مجسمه‌های اروپایی از قرون وسطی تا قرن 18 هنر بیزانسی و یکی از بزرگترین مجموعه‌های سکه در جهان به نمایش گذاشته شده است. موزه بوده ترکیبی از هنر، تاریخ و فرهنگ را در فضای تاریخی و دیدنی ارائه می‌دهد و یکی از نقاط دیدنی و محبوب در برلین به شمار می‌آید. بچه‌ها یه دونه غرفه آنتیک خیلی باحال پیدا کردم. این غرفه مال یه آقای غیر آلمانی بود که معمولاً هر جا بازار روز برگزار میشه اونم همونجا غرفه‌شو برپا میکنه. جای ثابتی نداره و همیشه سیاره. اینم بگم که از این مدل غرفه ها تو بازار روزهای آلمان خیلی زیاده. یه دوست تا تیکه هم از دیوار برلین داخلشه. قشنگ دارم کلیسا رو از اینجا میبینم. زومه هم موزه خیلی موزه خوشگلی بود، هم عتیق فروشی خیلی باحال بود. من که لذت بردم. بریم حالا یه جای دیگه دوری بزنیم و ببینیم چی میشه.
که خیلی خستمون شده و هیچی هم نخوردیم اومدیم رستوران هندی آمریت یه غذای تند و تیز هندی خوشمزه نوش جان کنیم. غذامونم رسید. یه دونه نون بالون سفارش دادیم، مرغ شوربا و لام کرایی. ما تا حالا مرغ شورباشو نگرفته بودیم ولی الان که تستش میکنم یه جوری سوپ خامه‌ای طوره که مزه زردچوبم خیلی بهش غالبه، ولی خب در کل بخوام بگم خوشمزه است. ما غذامونم خوردیم. در کل بخوام بگم آمریت یه رستورانیه که هم خیلی شیکه، هم خیلی غذاش خوشمزه و به ذائقه ما ایرانی‌ها میخوره، همه که خیلی ترتمیز و مرتبه. واقعا خیلی عالیه برای که بتونی یه وقت خوبی رو با خانواده‌ات اونجا بگذرونی. اینجا نوی زینگوگ یا همون کنیسه جدید برلین یکی از مهمترین بناهای یهودی در آلمان است که در سال 1866 ساخته شد و به خاطر گنبد طلایی زیبایش شناخته می شود. این کنیسه در اورانیenburger استراسه برلین قرار دارد و نماد شکوفایی جامعه یهودی برلین در قرن 19 بود. در طول جنگ جهانی دوم آسیب دید و بخشی از آن بعدها بازسازی شد. امروزه به عنوان مرکز فرهنگی و موزه نیز فعالیت می کند و از نمادهای مهم تاریخ یهودیان آلمان است. قیمت بلیت بازدید برای افراد عادی 7 یورو، برای خانواده 2 یورو، برای 2 بزرگسال و حداکثر 3 کودک تا 16 سال. البته برای محصل‌ها، افراد دارای معلولیت و افراد بیکار 4.5 یورو است. رفتیم بقیه کارامون هم انجام دادیم. حسین هم واسم یه دونه گل چیده. خیلی خوبی میده، قشنگ بوی گلاب خالص. دیگه الان برمیگردیم سمت خونه. رسیدیم خونه. مرسی که تا اینجای ولاگ ما رو همراهی کردین و خدا نگهدارتون.